یلدا بلندترین شب سال همواره برای ایرانیان فرصتی بوده برای گذراندن اوقاتی خوش کنار عزیزان، افزایش همبستگی و انتقال ارزش‌های فرهنگی. یلدا نماد پیروزی نور بر تاریکی است و چه فرصتی بهتر از یلدا برای زنده کردن امید و یادآوری معنای زندگی. نواتل نیز این فرصت را غنیمت شمرد تا ضمن پاسداشت این آیین کهن در محیطی شاد و صمیمی از همکاران قدردانی کند و با برگزاری جشنی به مناسبت یلدا روحیه همدلی را بین همکاران تقویت کند. حال و هوای گرم و صمیمی یلدا با خنده‌ها، امیدها و آرزوهایی که در هر فال نهفته است جان می‌گیرد. روزی که در نواتل گذشت یادآور همان سنت‌های زیبای ایرانی است که شادی را در دلها زنده می‌کند و پیوندها را مستحکم‌تر می‌سازد. صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد؟ هر آن کسی به زنخدان شاهدی نگزید. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.